در یک سال گذشته 30 کارگر در کارخانه‌های تاجیکستان در پی رعایت نکردن قاعده‌های امنیت کار به هلاکت رسیدند. از این شمار 6 نفر شهروندان چین بودند. چرا تعداد هلاکت شهروندان چینی در کارخانه‌های تاجیکستان زیاد شده است؟ مقامات تاجیکستان دلیل‌های زیاد شده این موردها در کارخانه‌های چینی را در یک نشست خبری شرح دادند. سرعت کار کارمندان چینی نظر به کارمندان وطنی با مراتب زیاد است. از سبب سرعت کار. سال گذشته در کارخانه‌های کشور 48 حادثه ناخوش ثبت نام شده است که در نتیجه آن 30 نفر به هلاکت رسیده، 26 کس جراحت برداشتند. تازه ترین مورد هلاکت 3 کانکن در یکی از کارخانه‌های پیمانکار شرکت فان یغناب در پی ریختن سقف کاوشگاه زیرزمینی است که خدمات نظارت امنیت کار گفت سبب حادثه را بعد نهایی شدن خلاصه ها پس از 3 روز اعلان می‌کنند. مسئله حادثه‌ای که در روغن شد پلتفرم را استفاده بودن، پلتفرمی که باید در یک چند انکرها مستحکم کرده میشه. یکم قاعده ویراکنی در خودی کارمندان باید در 6 نقطه مستحکم یا 5 نقطه 6 نقطه مستحکم میکرد پلتفرم. همگی در 3 تا کردن. در 3 نقطه. با گفته سند اسا وقتی که 6 تسمه وصل نمی شود 3 تسمه تاب نمیارند و میکنند که در نتیجه 3 کارمند زیر پلتفرم میمانند و به هلاکت میرسند و یک تن دیگر زخم میبردارد. در پی حادثه در محل ساختمان نیروگاه برقی راغون علیه 2 تن پرونده جنایی باز شده است. خدمات نظارت بی‌خطری کار خلاصه فنی خود را در حجم 500 صحیفه به دادستانی شهر راغون سپرده است که دادستانی این پرونده را پیش میبرد. مقامات تاکید میکنند که بی‌مسئولیتی کارمندان مهندسی و تکنیکی سبب اساسی حادثه های ناخوش می باشد. در پی این حادثه ها 27 شخص منصبدار و 5 شخص حقوقی به جوابگری ماموری کشیده شدند. برای رعایت نکردن قاعده های امنیتی در سال 2024 340 شخص حقوقی و واقعی به جوابگری ماموری کشیده شدند. جریمه های عمومی آنها بیش از 1.8 میلیون سوانی را تشکیل داده است.